سراغ قسمت سوهانکشی، فرمدهی و دورگیریمون. دورگیری رو با تمام سرسوهان‌هایی که خوب هست و استفاده ازش راحت هست رو من انجام میدم. اما یه نکته خیلی مهمی رو لطفاً در رابطه با دورگیری در نظر بگیرید. سوالی که خیلی میپرسین این که با چه سرسوهانی دورگیری کنم که خیلی خوب بشه، که خیلی تمیز بیاد. ببینید این الزاماً به اون سرسوهانی که دارین استفاده میکنید بر نمیگرده. اینکه نتیجه کارتون چی بشه فقط منوط به استفاده از یه سرسوهان مناسب نیست که من بگم اگر از این شکل از سرسوهان استفاده کنی دورگیریت فوق‌العاده میشه. اول از همه مهم اینه که شما چقدر در کار کردن با سوهان برقی مهارت دارید، چقدر در استفاده از سوهان دستیت مهارت داری و در نهایت اینکه سوهان کشیت رو چقدر مسلط انجام میدی، چقدر مهارت پیدا کردی توی این کار. وقتی به مهارت لازم توی این بخش رسیدی خودت متوجه میشی که یه جورایی اصلا خیلی برات فرقی نداره که از کدوم سرسوهان استفاده کنی. اول از همه این که خودت تشخیص میدی کدوم سرسوهان برات خوبه، راحت، قلق دست توئه، مناسب توئه و این که هر سرسوهانی بدن خیلی راحت کارت رو انجام میدی. پس قبل از اینکه دنبال سرسوهان مناسب بگردی به این توجه کن که مهارتت رو توی این بخش افزایش بدی. اما یک سری از سرسوهان‌ها هستن که پیشنهاد میشن و منم بهتون معرفیش میکنم. چرا؟ به دلیل این که نشون داده شده که برای اکثریت آدم‌ها سرسوهان‌های راحت و مناسبی هستن و به دلیل فرمی که خب ریشه ناخن داره، دور ناخن داره، اینها به خاطر شکلشون راحت‌تر هستن که ما ازشون برای دورگیری استفاده کنیم. و این نکته دوم هست، پله دوم هست. پس بعد از اینکه شما به مهارت رسیدید، بعد از اینکه به اون مهارت رسیدی میری سراغ سرسوهان مناسبت و بهترین دورگیری رو انجام میدی. ما حتی با یه سرسوهان بزرگ مثل این هم میتونیم دور ناخن رو خیلی خوب فرمدهی کنیم. من اول کارم رو از اینجا شروع میکنم و بعد از اون تمام سرسوهان ها رو روی ناخن کار میکنیم. برای زمانی که میخوای روی ناخن رو روی مواد رو سوهان کشی کنی از دور بالای سوهان برقی نیاز داری که استفاده کنی برای اینکه خط نیفته. نکته مهم دیگه این که در سوهان کشی حتما انگشت جای سیف و مطمئنی تکیه‌گاه میشه که دستت به هیچ عنوان نلرزه و روی پوست مشتری نره. از اینجا که شروع میکنی کل مسیر رو یه تیکه سوهان کشی نمی‌کنی، چون که اولا راحت نیست این کار و نمیتونی دستت رو راحت حرکت بدی و کنترل کنی. دوم این که نمیتونی فشار دستت رو توی کل این مسیر یکسان نگه داری اگر یه تیکه بری و خط و خطوط رد به سوهانت باقی میمونه. و نکته دیگه این که به احتمال خیلی زیاد این کار باعث سوختن ناخن مشتری میشه. پس چجوری سوهان کشی میکنی؟ این مسیر رو طی میکنی اما به شکل قطع و وصل شدن سوهانت، یعنی سوهانت رو اینجا میذاری برمیداری، میذاری برمیداری، به این شکل یه خطی رو که میخوای سوهان کشی میکنی و ادامه میدی. الان با صدای سوهان من میتونید متوجه بشین که داره تماس برقرار میکنه و جدا میشه. دستتون رو هیچ جایی نگه نمیدارید، رو هیچ نقطه‌ای از ناخن فشار بیش از حد وارد نمی‌کنید که یه جایی از ناخن رو گود کنیم و یه جایی مواد زیادی باقی بمونه. برای دیواره همونطور که میبینید از لبه میام تا روی ناخن، از لبه میام تا روی ناخن. زمانی که میخواید سر ناخن رو سوهان کشی کنید سوهانتون رو کاملا صاف نگه میدارید، زاویه عمود و سوهان کشی میکنید. برای دید از روبرو و سوهان کشی کردن به این شکل کاملا ناخن رو بالا میگیرید، دیدتون از روبرو باشه وقتی به این جهت سوهان کشی میکنید
و در نظر داشته باشین که حتما از عینک استفاده کنید، چون توی این جهت از سوهان کشی احتمال اینکه خورده ناخن توی صورتتون بپره خیلی زیاده. در مجموع برای فرم نهایی ما همیشه لازم داریم که دیواره ناخن بار کمتری از مواد رو داشته باشه، مرکز ناخن مواد بیشتری لازم داره و این شیب خیلی یک دست و یکسان بیاد و اضافه بشه مواد، یه جا زیاد نباشه و یه جا خیلی خالی شده باشه. با یه شیب ملایمی مواد روی کل ناخن تقسیم بشه. نکته دیگه ای که توی کم کردن بار دیواره بهش دقت کنید این که بار دیواره رو من بیشتر از همه از اینجا به سمت سر ناخن کم میکنم در ابتدای کارم، یعنی روی این نقطه اتصال ناخنتون به گوشت که بهش میگیم محدوده استرس پوینتمون، یه دایره اینجا در نظر بگیرید، این طرف و این طرف. زیاد سوهان کشی انجام نمیدید، اینجا بار مواد رو به شدت کم نمی کنید که به شدت آسیب زننده است به کاشتون و خیلی کاش رو ضعیف میکنه وقتی توی این قسمت موادی که لازم هست به اندازه‌ای که نیاز داریم وجود نداشته باشه، چون محدوده ای هستش که بار زیادی رو داره تحمل میکنه. من از این شیپ برای یه مرحله از دورگیریم استفاده میکنم که شما نتیجهش رو ببینید. این سرسوهان سرامیکی هست و همونطوری که میدونید بزرگترین مزیت این سرسوهان ها اینه که خودشون داغ نمیشن. زاویه دستتون زاویه تقریبا 30 درجه و تماسی با پوست ناخن انگشت برقرار نمی کنید. یه چیزی رو خیلی بهش دقت کنین، این که هر چقدر سرسوهانتون ریزتر داره میشه احتمال اینکه یک نقطه رو براتون گود کنه خیلی بیشتر میشه، چون اگه فشار دستتون رو تنظیم نکنید یه لحظه توی یه نقطه به شدت اون نقطه رو براتون موادش رو برمی‌داره و گودش میکنه که توی دورگیری خیلی ها این مشخصه و این اتفاق براشون افتاده، نقطه نقطه میشه یه جورای کارشون. پس اینجوری نیستش که هر چقدر سرسوهانمون ریزتر بود کارمون راحت تره و دورگیریمون رو تمیزتر انجام میدیم. یه سری چالش هایی رو برای خودش داره این سرسوهانم. خب میریم سراغ یکی دیگه از سرسوهان‌های مورد علاقه من در قسمت دورگیری که سرسوهان دامنیمون هست. این سرسوهان شنیه و در مرحله آخر ازش استفاده میکنید و یا زمانی که ترمیم کردید و خیلی خیلی مواد کمی در این قسمت داریم و اصلا انقدر خوب و تمیز انجام شده که میبینید حتی نیاز به دورگیری احتمالا نداره، که خب میدونید چون مواد پودر باید حتما سوهان کشی بشه، حتی در تمیزترین حالت هم ما سوهان کشیشو انجام میدیم. توی اون زمان میتونین یه راست برید سراغ همین سرسوهان، چون شنی هست و قدرت تراش کمی داره، برای همین میگم از ابتدا نمیتونین انتخابش کنین. پس زمانی که سوهان کشی کمی لازمه و یا در مرحله آخر دورگیریتون از این سرسوهان استفاده میکنید. اما به دلیل شیپی که داره در نظر داشته باشید که باید زاویه دستتون کاملا مماس با ناخن بشه و اگر بهش زاویه بدید و سوهان کشی کنید خط میندازه سرش روی ناخن و موادتون.
یک، به دلیل جنسش من میتونم بیشترین میزان نزدیک شدن به ریشه رو باز داشته باشم چون قدرت تراش پایینی داره، و دوم به خاطر شیپی که داره خیلی فرم و شیب خوبی براتون توی ریشه ایجاد میکنه. اما با توجه به این نکته‌ای که گفتم که حتما به زاویه دستتون دقت کنید که به جای اینکه کمک کننده باشه کارتون رو خراب نکن. خب الان میبینین قسمت ریشه رو، سایه‌ای که ایجاد کردیم نشون میده که این قسمت رو بیت کردیم، سوهان کشی کردیم و تفاوت رنگی که توی ریشه و اینجا داریم که به مرور داره سایه میندازه و پر رنگ تر میشه نشون میده که اینجا سوهان کشی درست انجام شده براش. میریم سراغ یه فرم دهی برای دیواره هامون. دیواره ناخن رو همونطوری که میدونین کاملا صاف و موازی قرار میدیم سوهانمون رو. برای فرم مربع این دیواره تا انتهای قد ناخن باید صاف بره، باید کاملا تا انتها هر قدی که هست صاف و هر دو تا دیواره موازی همدیگه باشن. خب برای این لبه ناخن رو برمیگردونید، کامل سوهانتون رو صاف قرار میدین و سوهان کشی میکنین و این سمت هم به همین طریق. تا رسیدن به خط صافی که مد نظرتون هست این لبه رو میبریم و زاویه سوهانم رو ببینید که کاملا صافه و دیواره رو همینطور تا موازی شدن با ناخن طبیعی جمع میکنیم، نه بیشتر. یعنی ناخن که از اینجا رد شد کوچولوتر از ناخن طبیعی نمیشه، عرضش کمتر نمیشه. برای این دیواره سوهان کشی میکنیم و آروم سوهانتون رو میخوابونید روی ناخن. خب حالا برای اینکه بدونیم داریم کجا رو سوهان میکشیم و چقدر سوهان کشی میکنیم تمرینمون چیه؟ توی تمرینات اولیه سوهان کشیتون میتونین قبل از اینکه کارتون رو شروع کنین توی هر مرحله چه دستی چه برقی سطح ناخن رو با یه ماژیک رنگ کنید، با یه ماژیک مشکی کل سطح ناخن رو بپوشونید و بعد شروع کنید به سوهان کشی. تصمیم بگیرید که دیواره رو سوهان کشی کنید، یعنی بیان این دوتا خط رو بخواید بار موادش رو بردارید. زمانی که دارید سوهان کشی میکنید اگر جای اضافه رو سوهان بکشید متوجه میشید اون قسمتی که نیت کردید که سوهان کشی کنید رو فقط رنگ مشکیش رو باید بردارید و به این شکل به مرور تسلط خیلی خوبی روی سوهانتون پیدا میکنید و اینکه دستتون دقیقا با چه زاویه‌ای باشه که همون جایی رو که میخواید سوهان بکشه و همون میزانی که میخواید مواد رو بردارید. برای مرحله نهایی هر دو تا کار رو با همدیگه پیش میبریم.